ما اگر دموکراتیک ترین وضعیت ممکن رو هم فراهم می‌کردیم، باز هم شما شک نداشته باشید کنش تهاجمی اجتناب ناپذیر بود. یعنی شما بایستی به گونه‌ای حکمرانی بکنید که جنگ رخ نده، جنگ اتفاق نیفته. وظیفه دولت‌ها اینه که ملتشون رو در صلح نگه داشته باشن. توافقی که رضا پهلوی با نتانیاهو داشت و بعد پخش شده بود این بود که پادشاه میشه ولی در اصل پادشاه ایران مرکزی میشه. اون چیزی که سبب تجزیه میشه همینه که شما ملت شما فقیر باشن، بدبخت باشن، مشروعیت شما نداشته باشید. خب بیگانه به خودش اجازه میده مداخله بکنه. نظام‌های سیاسی میان و میرن، اون چیزی که باقی میمونه ملت و کشوره. یعنی تمام دنیا خلاصه نمیشه به ایالات متحده آمریکا و اسرائیل. دنیا یک جامعه جهانی خیلی وسیعه. ما باید هنجارهای جامعه بین‌المللی رو خوب بشناسیم. حقوق بین الملل هیچ کاری در ارتباط با حقانیت و مظلومیت ایران انجام نداد، چون امروز ما در دوران گذار قرار داریم و الگوهای رفتار سیاست خارجی ما در یک سال آینده با تغییرات جدی روبرو میشه. محور ما آقای دکتر متقی همیشه مردمه. یعنی ما باید شاخص پیشرفت یک کشور رو نگاه بکنیم ببینیم نظر مردم چی. سلام خدمت همه بینندگان عزیز بامداد. خیلی خوش آمدید به این قسمت بامداد و افتخار دارم در خدمت آقای دکتر متقی و آقای دکتر زاکریان باشم. قرار امروز صحبت بکنیم در رابطه با جنگ ایران و امریکا و آینده‌ای که در پیش داره. قبل از اینکه وارد بحث بشیم من این مقدمه رو بگم که روایت‌های مختلفی وجود داره از اینکه چی شد که جنگ شروع شد و چه عاملیتی مقدم بود بر عاملیت‌های دیگه. به عنوان نمونه خیلی‌ها میگن که مثلا اینکه بازدارندگی ایران دچار شکاف شد عامل اصلی جنگ بود. یعنی ایران نیروهای منطقه‌ایش رو از دست داد و جمع‌بندی امریکا و اسرائیل این شد که به ایران حمله کنه. یاد خیلی ها مسئله 18 و 19 دی رو خیلی درشت میبینن. خیلی ها دیگه هم هستن که میگن ایران از اول بازیگری بوده که خارج از قاعده و خارج از ضوابط نظام بین‌الملل عمل کرده و خب نتیجهش هم ممکنه جنگ باشه. ما اومدیم خدمت اساتید که ببینیم هر کدوم از چه پی‌اووی از چه زاویه‌ای نگاه میکنن به این ماجرا و نهایتاً هم چه سناریوهای پیش روی ما هست. خدمت شما هستیم، خدمت شما بزرگوار هستیم. اگر ایرادی نداره آقای دکتر متقی ما در خدمتتون هستیم. یک تبارشناسی بکنید، یک تاریخچه‌ای بگید و نهایت امر هم حالا در رابطه با سناریوی پیش رو هم بعدش صحبت می‌کنیم. آقای دکتر بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار خوشحالم که در خدمت شما و جناب آقای دکتر زاکریان هستم و بسیار خوشحالم که درباره جنگ صحبت می‌کنیم. جنگ یک پدیده واقعی در زندگی انسان‌ها و دولت‌هاست. همینجور که شما تقسیم بندی کردید عوامل شکل‌گیری جنگ امریکا علیه ایران رو، اصلا خود پدیده جنگ بر اساس انگاره‌های متفاوتی تحلیل میشه. مرشایمر به این موضوع اشاره داره در کتاب تراژدی سیاست قدرت‌های بزرگ که ذات قدرت‌های بزرگ با جنگ پیوند خورده. نمیگه آمریکا، ولی وقتی که تاریخ روابط بین الملل رو در چارچوب یه تئوری تبیین میکنه و بیان میکنه نشون میده که مسئله اصلی امریکا جنگ. خود من رساله دکترامو با عنوان مداخله گرایی و گسترش در سیاست خارجی آمریکا نوشتم. یه بررسی تاریخی انجام دادم از قرن 19، از همون مقطع زمانی که امریکایی‌ها سیاست انزوا رو در پیش گرفته بودند، 1823 دکترین مونروه. حتی در اون دوران تاریخی هم امریکا نگاهش توسعه و گسترش بود و هیچگاه در فضای بی‌طرفی و انفعال قرار نداشت، اما محیط‌های جغرافیاییش فرق می‌کرد. در قرن 19 هیچگاه امریکا وارد سیستم موازنه قوا نشد. انگلیسی‌ها خیلی می‌خواستن امریکا رو وارد کنن،
اما وارد نشد. از سال 1898 هشدار رو امریکایی ها به نظام جهانی دادن، وقتی که امریکا یک تحول بنیادین در قدرت نظامیش و یک تحول بنیادین در قابلیت‌های تکنولوژیک و اقتصادیش ایجاد شد. پس من بر اساس سنتی که دارم مسئله قدرت رو با موضوع جنگ پیوند میدم. ایالات متحده رو من یه بازیگری میدونم که جنگ بخشی از هویتشه و سرنوشتشه. هیچ دوران تاریخی وجود نداشته که سیاست امریکا سیاست جنگ نباشه، سیاست براندازی نباشه، سیاست غلبه نباشه. ایران هم یک بازیگر نامطلوبه. بارها و بارها مقام‌های سیاسی امریکا، رؤسای جمهور واژه راگ استیت رو به کار گرفتن، بلکلش استیت رو به کار گرفتند. حرفشون اینه که ایران دولت یاغی است. یعنی چی؟ یعنی قواعد سیاست بین الملل رو رعایت نمیکنه. حالا این قواعد سیاست بین الملل چیه؟ قواعد سیاست بین الملل might is right، حق با قدرته و قدرتی که بر حقه. پس مسئله این نیستش که تو در کجای تاریخ قرار داری، مسئله این نیستش که تو حامی مظلومان هستید یا حامی مستعمره ها. بستگی به این داره که چه نسبتی با معادله قدرت داری. طبیعی است که ایران یک کشور انقلابی است. ذات ایران با انقلاب و نقد سیاست بین الملل پیوند خورده. یه بحثی رو روح الله رمضانی داشت و مسئلهش این بود که ایران هنوز خودش رو یه قدرت بزرگ جهانی میدونه. حرفش اینه که دیوارهای امپراتوری فرو ریخته اما روح امپراتوری باقی است. پس مثلا این چنین کشوری نمیتونه تبعیت داشته باشه از سیاست‌های ایالات متحده. اخیراً ترامپ یه توییتی زد، خیلی به نظر من قابل توجهه. خیلی جامعه ایران و حوزه‌های روشنفکری هم از کنارش رد شدن، شاید هم متوجه نشدن. گفت ایران 51 ساله که دولت نامطلوبه. این 51 سال مربوط به کیه؟ مربوط به 47 سال انقلابه و 3-4 سال قبل از انقلابه. وقتی که تاریخ روابط خارجی رو شما میخونید با رویکردهای مختلفی که وجود داره، به ویژه با انگاره‌های روح الله رمضانی که به نظر من خیلی معتدله، شاه دنبال این بود که روندهای سیاست خارجیشو از اتحاد و ائتلاف با امریکا خارج کنه. گازیوروفسکی وقتی که اون کتاب دولت دست نشانده رو مینویسه، بحث اصلیش اینه که ای امریکایی ها، شما دولت دست نشانده رو ایجاد میکنید از کودتا به بعد 1953 به بعد، ولی در سال 1973 همین دولت دست نشانده، یعنی بعد از 20 سال تبدیل میشه به یک دولت بسیار مستقل. اونجاست که واژه‌هایی که حتی شاه به کار میگیره نسبت به امریکایی ها تحقیرآمیزه. این خصومتی که ترامپ در رابطه با ایران داره فقط جمهوری اسلامی نیست. و بعد یه نکته نهایی عرض کنم، بحثی رو که رهبر شهید داشتند در 2-3 مرحله بهش توجه و تأکید داشتند که امریکا تعارض با جمهوری اسلامی صرفا نداره، بلکه امریکا تعارضش با ایرانه. وقتی که یک بازیگر منطقه‌ای باشی، 80 میلیون یا 90 میلیون جمعیت داشته باشی، منابع داشته باشی، گروه‌های جمعیتی از ابتکار و هوش و تحرک
برخوردار باشند، بخش قابل توجهی که مهاجرت میکنند در داخل آمریکا در جاهای بسیار حساس موقعیت یابی میکنن، طبیعی است که این ملت یه ملت عادی نیست. پس باید با این ملت که عادی نیست و میتونه ظهور داشته باشه و بروز داشته باشه یه مقابله داشته باشن. بنابراین ویژگی های ایران، هویت ایرانی، هویت انقلابی و انگاره‌ای که ایران داشت در رابطه با گسترش قدرت در فضای منطقه‌ای، تماماً با اون تفکر و نگاه امریکایی که کشورهای جهان سوم باید نقش فرودست رو داشته باشن هماهنگی نداشت. بنابراین ترامپ و نتانیاهو رو باید زوجی دونست که اندیشه مقابله و جنگ با ایران رو عملیاتی کردن. قبل از اون انگارشون کانتینمنت بود. بحثی که وجود داشت این بود که این کانتینمنت به کجا میرسه؟ آیا به جنگ میرسه؟ آیا به تغییر رژیم میرسه؟ آیا به تغییر تفکر میرسه؟ و بالاخره امریکایی ها در ائتلاف با اسرائیل یک جنگ پرمخاطره رو علیه هویت ملی ایران و موجودیت سیاسی و اقتصادی و صنعتی ایران شکل دادند. قبل از اینکه وارد بحث آقای دکتر زاکری بشیم، این که هدف امریکا از جنگ چی بود؟ یعنی تغییر رفتار، تغییر مرزها، تغییر حاکمیت، این هم یه تفسیری از این موضوع هم میخواید الان داشته باشم؟ الان بهمون بگید. نگاه کنید، ترامپ نگاهش، یعنی بحثایی رو که من پیگیری میکردم، دو تا انگاره وجود داشت. نتانیاهو نگاهش کلپس ایران بود، فروپاشی ایران بود. مسئلهش این بود که ایران باید تجزیه بشه و متقاعد کرد ترامپ رو در این ارتباط. نشانه هاش چیه؟ شما هر پاسگاه مرزی که داشتید، هر پاسگاه نیروی انتظامی رو در هر منطقه‌ای داشتید رو اینها هدف قرار دادند. اینا یه مزیت نسبی تکنولوژیک پیدا کردند. ما در یک فضای وقفه تکنولوژیک در حوزه پدافندی و نیروی هوایی قرار داشتیم و متاسفانه فکر میکردیم که فقط حوزه مقاومت میتونه بازدارندگی رو ایجاد کنه، در حالی که کشوری که در برابر یک قدرت بزرگ قرار میگیره باید قدرت موسع، یعنی چند بعدی داشته باشه. ترامپ به نظر من در همین قالب شروع کرد. بارها و بارها گفته که ما به کردها تسلیحات دادیم و قرار بود که اونها عملیات رو انجام بدن، ولی به نظر من یه بعد سیاست بین الملل مانع اجرای سیاست و اهداف نتانیاهو و ترامپ شد و اون نقشیابی ترکیه بود. یعنی اگر امریکایی ها و اسرائیلی ها دنبال این بودن که ایران رو در فضای تجزیه قرار بدن و یک پارچگی ایران رو از بین ببرن، این مسئله میتونست به صورت دومینووار به ترکیه و عراق هم سرایت پیدا کنه. به همین دلیل ترکیه به نظر من یه نقش بازدارنده مؤثری ایفا کرد برای اینکه ترامپ و نتانیاهو به اهدافشون نرسن. نکته دوم هم مقاومت در حوزه تاکتیکی خود ایران بودش. نگاه امریکایی ها و اسرائیلی ها این بود که میخوان سر رو بزنن و در یک وضعیت بی‌دولتی قرار داشته باشن. ما امروز در وضعیت دولت ضعیف، ویک استیت قرار داریم، ولی در وضعیت هدلس گاورمنت واقع نشدیم به هیچ وجه. و این قالب‌های ذهنی بود که اسرائیلی‌ها و امریکایی‌ها علی رغم اینکه دیتاهای زیادی در رابطه با ساخت سیاسی و اجتماعی ایران داشتن، اما هویت ایرانی رو که در زمان تهدید و جنگ برمیگرده به دامن وطنش و دامن ساختارش، این رو در نتیجه در نظر نداشتن. اونها به نظر من زمانی که شروع کردن دنبال این بودن به یک پیروزی سریع یک هفته‌ای نایل بشند
منابع ایرانی رو بزنند. یک نوع فضای به نظر من نسل کشی رو در دستور کار قرار دادن، ولی نسل کشی منابع اقتصادی و راهبردی. نمیدونم شما تهران بودید در دوران جنگ یا نه. روزی که اسرائیلی ها منابع نفت رو در این 6 قسمت تهران زدند و انبارهای نفت رو زدند، تهران تبدیل شد به قیر. یعنی دیگه اسرائیلی ها نمیتونن بگن که ما در جنگ جهانی دوم در چه وضعیتی قرار گرفتیم. خودشون تهران رو در یک وضعیت پرمخاطره زیستی قرار دادن. پس کلنگی کردن ایران هدف اصلیشون بود طبق این تفسیری که صرفا کلنگی کردن نبود، به کلنگی کردن ایران داره منجر میشه، ولی بحث اصلیش این بود که بزنند ایران را تبدیل به 4-5 کشور بکنند. حتی بحثی که داشتن با رضا پهلوی، توافقی که رضا پهلوی با نتانیاهو داشت و بعد پخش شده بود، این بود که پادشاه میشه ولی در اصل پادشاه ایران مرکزی میشه، نه قسمت‌های مختلف. راهبردشون کلپس ایران بود، فروپاشی ساختاری بود و تجزیه سرزمینی که الحمدلله تا این مرحله هیچ کدومش حاصل نشده، ولی تهدید هنوز پابرجاست. خیلی متشکرم. آقای ذاکریان، بین این عواملی که وجود داره شما وزن کدوم عامل رو بیشتر میدونید و نهایتاً هم اگر خواستید در رابطه با این صحبت بکنید که هدف امریکا و اسرائیل از جنگ با ایران چه بود؟ خیلی ممنونم از بسم الله الرحمن الرحیم. من متوجه نشدم شما میفرمایید بین این عوامل کدوم عامل بیشتره؟ وزنش بیشتره. در چی؟ در به وجود آمدن جنگ، یعنی این که در جنگ فعلی و اینا. خب من سلام عرض میکنم خدمت دوست و همکار گرامی جناب آقای دکتر متقی. سپاسگزارم از شما برای دعوتتون. خب اجازه بدید که من قبل از اینکه اون عاملی که در بروز این جنگ مؤثر بود رو بهش بپردازم، یک نگاهی هم داشته باشم به تاریخچه روابط بین الملل و نظریه هایی که در روابط بین الملل و حقوق بین الملل پیرامون جنگ و صلح داریم. ما نمیتونیم زندگی انسان رو به دور از خوبی و یا به دور از بدی ببینیم. یعنی انسان ماهیتش اینه که هم درش خوبی وجود داره و هم درش بدی وجود داره. منتها این برمیگرده به رشد اخلاقی و تقوای فردی که برای افراد به وجود میاد و در طی زمان رفتارها و واکنش‌های خودشون رو به زندگی خودشون چگونه شکل بدن و آرام آرام به یک فرد عادی و یک فرد قابل اعتماد در جامعه تبدیل میشن. در نظام بین الملل هم دولت‌ها منفک از افراد نیستن، یعنی دولت‌ها برآمده از ملت‌ها هستن، ملت‌ها هم شکل گرفته از جوامع هستن، جامعه هم شکل گرفته از افراده و این گونه هست که ما در جامعه بین المللی با مجموعه‌ای از دولت‌ها روبرو هستیم. خب اگر ما بخوایم به تاریخ روابط بین الملل نگاه بکنیم، در آغاز پدیده‌ای به نام جنگ یک پدیده قبیح یا یک پدیده مذموم نبود. هر کسی که قدرت داشت از جنگ استفاده میکرد. زور نه در روابط بین الملل و نه در حقوق بین الملل ممنوع نبود. حتی ما واژه‌ای داشتیم به نام جاستوار یا جنگ عادله، یعنی هر کسی که خب زور داشت، آقای دکتر هم اشاره کرد، the might is right، یعنی دیگه حقم داشت. حتی ما یک جمله‌ای رو هم داریم که فیلسوفان و اندیشمندان مسلمان هم به کار میبرن، میگن الحق لمن غلب، هر کی که زور داره حقم داره. یعنی حتی تا این اندازه این پدیده دیگه جا افتاده بود. تا آغاز قرن 20 توسل به زور در روابط بین الملل ممنوع نبود و حقوق بین الملل هم این رو تقبیح نمی‌کرد. ولی همونطوری که من عرض کردم
افراد در طی زمان رشد پیدا میکنن، خصوصیت‌ها و ویژگی‌های خودشون رو بهبود میبخشن و توسعه میدن، دولت‌ها هم به همین صورته. یعنی دولت‌ها در طی زمان به این نتیجه رسیدن که برای اینکه به قدرت برسن صرفاً این نیست که شما از ابزارهای نظامی و تسلیحاتی استفاده بکنید. این گونه بودش که خیلی از کشورها از جمله ایالات متحده که آقای دکتر متقی دارن اشاره میکنن سعی کردن که اجتناب بکنن از مداخله در سایر جوامع و سایر کشورها، از درون خودشون رو بسازن. یه دکترینی ما داریم به نام دکترین مونرو که این میگه ساخت از داخل، عدم مداخله در بیرون یک سیاست انزواگرایانه است. حتی ترامپ وقتی میخواست به قدرت برسه هم محافظه‌کارا هم نامحافظه‌کارا هم میگا، یعنی همشون اینا به این اعتقاد بودن چرا ما باید بریم مثلا در جاهای دیگه دنیا هزینه بکنیم، مثلا اوکراین به ما چه ربطی داره؟ نه. یا اسرائیل چقدر ما درگیر بشیم به خاطر مسائل غزه. برای همین ترامپ خیلی عجله داشت که بحران‌ها رو زودتر تمام بکنه. میگه من اومدم که جنگا رو تمام بکنم. همین حرفاش این بود. بنابراین در طی زمان ما داریم میبینیم که یک گرایشی توی دنیا داره شکل پیدا میکنه که قدرت رو با ابزارهای جدید به دست بیاره و اتفاقا این گرایش سیطره پیدا میکنه و گرایش نظامی و استفاده از زور. یعنی بدون اینکه شما گلوله‌ای شلیک بکنید یا موشکی پرتاب بکنید یا توپخانه‌ای رو راه بندازید، سنگرهای کشورهای مقابل رو فتح بکنید. نمونهش چینه. یعنی چینی‌ها تمام فعالیتشون متمرکز بود روی موشک‌های کرم ابریشم و فعالیت‌های هسته‌ای و همه اینا. اما امروز سنگرهای نیویورک و واشنگتن و پاریس و لندن و تهران و تمام دنیا رو در واقع به لحاظ اقتصادی و مالی و تجاری تسخیر کردن. این به این معنی نیست که قدرت دفاعی خودشون رو فراموش کرده باشن. یعنی قدرت دفاعی چین بی‌نظیره، در این زمینه همچنان داره کار میکنه، ولی متوجه این تحول در نظام جهانی شده. ایرانیان به باور من یک برداشت متفاوتی هم از آمریکایی‌ها که خب یک نگاه زورمدارانه در روابط بین الملل داشتن با مداخله و با عدم مداخله ساخته در درون، که نمونهش همون بودش که جنگ جهانی اول شما مداخله چیز رو نمیبینید ولی جنگ جهانی دوم مداخله همه جانبه رو میبینید، دیده‌ای میبینید اتفاق میافته و آمریکایی‌ها حضور گسترده پیدا میکنن، ولی بعدش میبینید که به سمت طرح مارشال میرن. یعنی در مقابل همون اتحاد جماهیر شوروی برنامه‌هاشون برنامه‌های دیگه‌ایه. این به این معنی نیست که طرح‌های دفاعی و پیمان‌های استراتژیکی که داشتن سالت 1 و سالت 2 رو نادیده بگیریم، ولی اون چیزی که اتحاد جماهیر رو با فروپاشی مواجه کرد، اون رقابت استراتژیک و جنگ ستارگان و اینا نبود. اون فقر مطلق اقتصادی بودش که اتحاد جماهیر شوروی باهاش روبرو شد. اون چیزی که آقای دکتر متقی اتحاد جماهیر شوروی رو فروپاشون این بودش که مردم نه نون داشتن نه آزادی، هیچ کدومشون نداشتن و در نهایت طرحی هم که آقای گورباچوف میده، گلاسنوست و پراستریکا، خیلی دیرهنگام بود، جواب نداد و اینا. امروز هم که آقای پوتین خیلی اصرار داره و مصر هستش به فعالیت نظامی، نتونستش در مقابل ایالات متحده آمریکا به مثابه چین عمل بکنه که در درون و در داخل اقتصاد خودش رو به اقتصاد جهانی پیوند داد و موفق شد. حالا اون نکته‌ای که من می‌خواستم بگم اینه، ایرانیان اتفاقاً خیلی متفاوت از متد چین که با اقتصاد جهانی و متد آمریکایی‌ها که با زور و قدرت، یعنی بزرگترین ارتش دنیا. شما قدرت نظامی 192 عضو سازمان ملل، 193 عضو داره. شما قدرت نظامی 192 کشور عضو سازمان ملل رو با هم جمع بکنید میشه مساوی با قدرت نظامی ایالات متحده آمریکا.
خب اقتصاد هم در دنیا آمریکا و چینن که اولا، بنابراین چین در رتبه بالاست. اون چیزی که به لحاظ تاریخی ایرانیان رو متمایز میکرد نه اون قدرت نظامی بود که البته در مقاطعی خیلی مؤثر بود و نه قدرت اقتصادی، اون قدرت فرهنگی و نفوذ هویتی ایرانیان بوده که در طی تاریخ در چندین مرحله امپراتوری ایران هر جایی رو فتح میکرد موفق بود و برخلاف سایر هژمونی‌های نظام بین الملل که سعی میکردن مردم مستعمره رو نابود بکنن یا به یغما ببرن، ایرانیان با احترام و با نفوذ فرهنگی که پیدا میکردن حضور دامنه‌دار و پیوسته ای رو از شما خاور نزدیک بگیرید تا خاور دور، از شمال آفریقا بگیرید تا دریای یعنی شما هر جایی رو ببینید، قفقاز و آسیای میانه و اینا، ایرانیان موفق بودن. این یک سیاست خیلی عاقلانه‌ای بودش که ایرانیان داشتن. فرهنگشون، نوع باورشون، نوع نگاهشون به نظام بین الملل یک نوع نگاهی بودش که قدرت رو با آمیزه همکاری با ملل پیوند بدن و در این زمینه موفق بودن و دستاوردهای بزرگی داشتن. بعدها خب ما می‌بینیم که در نظام‌های سیاسی جدیدی که میان، این نظام‌های سیاسی از درون خودشون رو با پیوند با مردم خودشون قطع میکنن. شما ببینید یعنی در دوره‌های قبلی امپراتوری‌های ایران یا هر جایی که ما موفق بودیم با ملل دیگه ارتباط برقرار میکردن، ولی ما حاکمانی داشتیم در همین سرزمین مثلا حکمرانان قاجاریه و دیگران، اولین اشتباهشون و اولین خطاشون این بودش که پیوند خودشون رو با مردم خودشون قطع کردن. اونجا دیگه شما هر چی بگید که من روحانیون رو میارم بسیج میکنن در مقابل بیگانگان و اینا، اثری نداره. یعنی روس‌ها 2 پیمان استعماری رو بر ایران تحمیل میکنن، یعنی هم ترکمنچای و هم گلستان، هر دوشون که شما نگاه میکنید به تاریخچه ایران هیچ چیزی برای ایران به ارمغان نمیاره، ایرانیان اینا رو از دست میدن. اینجاست که شما وقتی با پایان دوره قاجاریه مواجه میشید و از زمانی که پهلوی اول به قدرت میرسه، مهمترین نکته ساخت داخل ایرانه. ارتباط با نظام بین الملل فراتر از هژمونه، اگرچه هژمون داره مقاومت میکنه و حتی مداخله میکنه و حتی اشغال میکنه، اما یک میراثی برای ایرانیان باقی میمونه که هنوز ایرانیان وقتی به اون زمان رجوع میکنن، اگه نگیم ستایش، حداقل تقبیح نمیکنن، میگن که اقدامات مؤثری در اون زمان آغاز شد، استقلال و وحدت ملی، این صحبتایی که آقای دکتر دارن مطرح میکنن. اون چیزی که سبب تجزیه میشه همینه که شما ملت شما فقیر باشن، بدبخت باشن، مشروعیت شما نداشته باشید، خب بیگانه به خودش اجازه میده مداخله بکنه، همین منابع نفتی شما رو نابود بکنه، سرزمین شما رو حمله بکنه. این عواملش در اینجاست. لذا خیلی هوشیاری و هوشمندی میخواد که شما ملت رو در صحنه داشته باشید، ملت رو رشد بدید، ملت رو از پستو بیارید بیرون، زنان و دخترانتون رو اجازه بدید درس بخونن، استاد دانشگاه بشن، خارج برن، از یافته‌های علمی دیگران استفاده بکنن، به کشور برگردن و کشور خودشون رو بسازن و اون انقباض فکری رو و اون ارتجاع سیاه رو درش رو ببندن و باهاش مقابله بکنن، اجازه پیشرفت کشور رو در نظام بین الملل بدن، همزمان به قدرت دفاعی توجه داشته باشن. منتها در این بستر بعضیا با اون تفکرهای روشنفکری متوهمانه‌ای که داشتن متوجه این نبودن که این انسجام در کجاها لازمه و در کجاها بایستی ما انتخاب درست رو انجام بدیم. این گونه بودش که ما در طی زمان با برخی از آیتم‌های قدرت خودمون در برخی مقاطع فاصله گرفتیم و در نهایت خب انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و نتیجه انقلاب اسلامی بایستی این میشد که تحول در داخل به لحاظ رضایت دموکراتیک مردم، یعنی اون چیزی که میخواستن همین بود دیگه، ادعا میکردن انقلابیون که مردم ناراضی هن دیگه به خاطر این نارضایتی و به خاطر آرمانهای خیلی والا، کرامت انسانی و عظمت و مقام انسانی و اینا.
خب انتظار میرفت که به اینا توجه بشه، انتظار میرفت که انسجام ملی و استقلال و مرزها حفظ بشه. هیچ کدوم اینها متاسفانه به اون حدی که ادعا میشد نرسید یا حتی بدتر از قبل شد. خب شما الان دارید میبینید 3 جنگ داره بر ایران تحمیل میشه، جنگ تحمیلی عراق، جنگ 12 روزه و این جنگ اخیر. این نشون دهنده اینه که شما نتونستید یک نوع فعالیتی بکنید که همزمان هم رضایت مردم رو داشته باشید، هم قدرت دفاعیتون قدرت دفاعی مستحکمی باشه و هم در نظام بین الملل در حال رقابت با سایر قدرت‌ها. حالا من نمیگم قدرت‌های بین المللی، در منطقه به عنوان مثال، که شما یک وضعیت متمایزی داشته باشید. فلذا من 3 عامل رو خیلی مؤثر میدونم در بروز این که سوال که شما مطرح کردید، جنگی که رخ داد. 1 عدم رضایت مردم، یعنی این رو همه دنیا متوجه شده که مردم ایران، خودتونم گفتید، هیچ دو مستعده، یعنی مردم ایران ناراضی هستند و این وضعیت رو به هیچ عنوان قبول ندارن و معترض جدی هستند. سیاست‌های 47-48 ساله جمهوری اسلامی موجب قدرتمند شدن مردم نشده. ممکنه موجب قدرتمند شدن و پولدار شدن عده‌ای شده باشه، آقازاده‌های ثروتمند شده باشن، آقایون به قدرت رسیده باشن، زندگی بعضیا خب توی این 47-8 سال خیلی بهتر شده باشه، ولی عموم ملت ایران رنج میبرن از وضعیتی که بر اونها حاکمه. پس 1 نارضایتی مردم. 2 رقابت اقتصادی و موقعیت اقتصادی که جمهوری اسلامی ایران داره موقعیت بسیار نامطلوبی هست در مقایسه با سایر کشورهایی که تا سال 1357 اساساً در منطقه و در نظام بین الملل محلی از اعراب به لحاظ اقتصادی نداشتند. 3 به لحاظ قدرت دفاعی و قدرت حراست از مرز هاست. خب این که واقعا مایه تأسفه که قلمرو ایران باز باشه و فضای ایران در اختیار بیگانگان باشه، هر موقع بخوام بیان عملیات انجام بدن بعد برگردن. گفته میشه بیش از 200 فروند 212 فروند اینطوری که توی رسانه ها من دیدم هواپیما چیز شده، یعنی نابود شده هواپیمای ایرانی. و شما ببینید چند تا از هواپیماهای مهاجبین سقوط کرده یا نابود شده. شما این مقایسه با اعداد و با ارقام ما خیلی راحت میتونیم ببینیم که یک موازنه ای نه تنها وجود نداره، بلکه همه هزینه هایی که انجام میشد و به این نام و با این ادعا که ما میتونیم قلمرو جمهوری اسلامی رو حفظ بکنیم، نه تنها حفظ نشد بلکه همون هایی که مروج چون این ایده ها و چون این فکرهایی بودن خودشون هم جان خودشون رو از دست دادن. لذا هم در قدرت نظامی، هم در قدرت اقتصادی و هم در مشروعیت مردمی در هر 3 زمینه عواملی رو ما میتونیم محسوب بکنیم که سبب ساز این شدن که جنگ رخ بده و وضعیت این گونه‌ای پیش بیاد. در رابطه با این هم به ما بگید که هدف آمریکا و اسرائیل از این جنگ چی بود؟ یه 3 سطح من مطرح کردم خدمتتون. اول اینکه تغییر رفتار رژیم، تغییر مرزهای رژیم سیاسی و یا کلا اینکه وضعیت حاکمیت دگرگون بشه، یعنی یک کس دیگه‌ای بیاد و ادامه بده. 2 هدف رو به باور من دنبال می‌کردن و دنبال می‌کنن: شکست جمهوری اسلامی، تسلیم جمهوری اسلامی. این 2 گزینه فقط جلوی جمهوری اسلامی گذاشتن. یا بایستی شکست رو، یعنی کاملا نابود بشه، فروپاشی جمهوری اسلامی، و یا همه شرایطش رو بپذیره، تسلیم. و این جمهوری اسلامی و ایران به نظر شما با هم تفاوت اینجا ندارن؟ رو هم نیستن احیانا؟ ببینید نظام‌های سیاسی میان و میرن. اون چیزی که باقی میمونه ملت و کشوره، یعنی ملت ایران و کشور ایران همیشه هست. ولی هیچ موقع شما در تاریخ روابط بین الملل مثلا نمیتونید بگید که این نظام سیاسی ماندگاره. عملکردشون چرا؟ عملکردشون باقی میمونه و آیندگان قضاوت میکنن که این عملکرد سفیده یا سیاهه. خب اونه که باقی میمونه با اینا.
بنابراین ما الان داریم درباره یک نظام سیاسی و عملکردش حرف میزنیم. ممکنه که برگردید به من بگید که خب این عملکردی که اینا دارن انجام میدن، اینا یک نوع عملکردیه که برمیگرده به خواست و به نیت ملت ایران، به خواست مردم ایران. این موقعی میتونه این ادعا درست باشه که شما یک فرایند و روند کاملا دموکراتیک مبتنی بر یک نظام لیبرال دموکراسی داشته باشید که آقای متقی مثلا هر موقعی خواست ایشون بتونه نامزد بشه و مردم هم آزادانه بتونن به ایشون رأی بدن یا رأی ندن. یعنی تمام امکانات برای همه مردم به صورت یکسان فراهم باشه برای انتخاب شدن و برای انتخاب کردن، یعنی هر دوش مهیا باشه، کاملا آزادانه برای همه مهیا باشه. خب اون موقع شما تصمیم رو نمیتونید بگید تصمیم افراد خاص یا تصمیم بخشی از جامعه هست. اون موقع دیگه تصمیم کلیت یک جامعه مؤثره و اون موقع شما دیگه nemitunید بگید من دارم درباره یک نظام سیاسی خاص صحبت میکنم، بلکه درباره یک کشور ملت اون موقع شما دارید صحبت میکنید. اینایی که میگم معیارهای علمی و حقوقی این موضوع میتونه درباره هر کشوری صادق باشه. ممنونم از شما. ضعف‌های داخلی و دکترین دفاعی ایران به نظر آقای دکتر زاکریان عوامل اصلی بودش که ما رو به این نقطه رسونده. در رابطه با این موضوع اگر نکته‌ای دارید بگید تا بعد وارد مبحث بعدی بشیم. کلا نگاه من این هستش که ما درگیر یک جنگ تهاجمی شدیم، چه در دوره جنگ عراق علیه ایران، چه در روند جنگ اسرائیل علیه ایران و چه امریکا. به چه دلیل در فضای جنگ تهاجمی قرار میگیریم و قرار گرفتیم؟ چون میخواستیم یک مدل جدید از حکمرانی در حوزه روابط بین الملل رو پیگیری کنیم. بحث اصلی نظام جهانی اینه که قدرت‌های بزرگ محور اصلی تصمیم گیری و سیاست گذاری هستند. ساخت دولت انقلابی به همون گونه‌ای که به گونه‌ای پوپولیسم رو در ساخت اجتماعی بهش جایگاه میده، یک وضعیت بی قطبی رو هم در حوزه سیاست بین الملل پیگیری میکنه. بنابراین نکته اصلی که من دارم اینه که ما مورد تهاجم واقع شدیم و اراده قدرت‌های بزرگ این بود که موجودیت یک انقلاب رو، یک کشور رو، یک نظام سیاسی رو هدف قرار بدند. نکته دیگری که من خدمتتون عرض میکنم، ما یک استیتیم. وقتی که میگیم استیت یعنی این که گاورمنت، جمعیت، جغرافیا و حاکمیت با هم پیوند میخوره. اصلا نمیتونیم از هم دیگه اینها رو ما جدا بکنیم. و آنچه که هویت پیدا میکنه اون استیت و اون دولت ایرانه. سوالی که وجود داره اینه که آیا اسرائیلی ها، آیا کشورهای جهان عرب، آیا امریکایی ها شاخص های فرهنگ سیاسی ایران رو، اندیشه راهبردی ایران رو، موقعیت ژئوپلیتیکی ایران رو آیا میپذیرند یا نمیپذیرند؟ در روند جنگ ایران و عراق تمامی کشورهای اروپایی همکاری‌های نظامی و اقتصادی شدیدی با دولت عراق داشتند. جالبه تجهیزات شیمیایی رو قابل توجه دوستانی که به حقوق بشر و حقوق بین الملل توجه دارن به عراقی ها میدادند که علیه ایرانی ها استفاده کنند. بعد سربازای مجروح ایران رو میپذیرفتند در بیمارستان های آلمان و انگلیس که آثار اون تجهیزات شیمیایی که به عراق داده بودند رو مورد بررسی قرار بدند. این بحثی هستش که من در یک کنفرانسی خانم مری کلدور که
خودش انگلیسیه و بحثای جدی در ارتباط با اقتصاد سیاسی توسعه گرایی داره رو خودش خانم مری کلر این رو مطرح میکرد. گفت خودمون به عراقی ها دادیم، خودمون هم داریم میخوایم بررسی کنیم ببینیم چی به چیه. بنابراین نادیده گرفتن حقانیت و موجودیت و مظلومیت یک کشور در روندهای جنگ، اون هم در برابر قدرت‌های بزرگ، شاید به دور از اون اخلاق معطوف به دولتگرایی یعنی استیتیسم باشه. این که نظام سیاسی ایران دچار مشکله، هیچ کس در این ارتباط بحث نداره. این که رانت شکل گرفته، به قول معروف نابود کرده ساخت سیاسی رو، این که محدودیت ایجاد شده، این که تبعیض وجود داره، تمام اینها چالش‌های بسیار جدی است که آقای دکتر زاکریان مطرح کردن و درسته. اما جنگ به این خاطر نیست که در ایران به قول معروف دموکراسی نیستش. مگر در عربستان دموکراسیه؟ مگر در کشورهای دیگر منطقه‌ای و خاورمیانه، مگر در به قول معروف اردن دموکراسی وجود داره؟ بحث اصلی اینه که چه نسبتی شما با سیاست جهانی داری و چه روحی داری. روح ایرانی یک روح نقد سیاست جهانی است. شما نگاه کنید در دوران قاجار، پادشاهان قاجار که برای این اساس گرام فولر کتابی هم می‌نویسه، خودشون قبله عالم میدونستند. The Center of Universe نام کتاب گرام فولر، به فارسی هم ترجمه شده. جالبه فرهنگ ایران باز تولید میشه. این قبله عالم پادشاهان قاجار زمان پهلوی تبدیل میشه به شاهنشاه. و این شاهنشاه یعنی چی؟ یعنی من مرکز کل منطقه، شما شاهید، من شاه شاهانم. نشانه هاشم در اون جشن‌های 2500 ساله حداقل من به لحاظ سنی به یاد دارم که چه وضعیتی و چه فضایی رو و چه تشریفاتی رو ایجاد کرد. به جمهوری اسلامی میرسه، بازم اون فرهنگ باز تولید میشه. شما واژه‌ای رو به کار میگیرید با عنوان ولی امر مسلمین جهان. حالا ممکنه این اندیشه ولی امر فقط در فضای شیعه باشه، در فضای مسلمین یه منطقه باشه. یک نوع عامگرایی قدرت در این فرهنگ سیاسی وجود داره، ولی زندگی وجود داشته. مسئله مهمی که در رابطه با جنگ هست، مسائل مربوط به ساخت داخل نیست. ساخت داخل نیست. مسئله اصلی جنگ اینه که یک موضوع بین الملله و تابع از مسئله موازنه قدرته. سوال اینه که آیا نظامیان ما درک دقیق از مسائل راهبردی تحول جهانی داشتند یا نداشتند؟ من نگاهم اینه که با آموزه‌های جدید قدرت که تحت تاثیر هوش مصنوعی و جامعه شبکه‌ای قرار میگیره بیگانه بودند. به همین دلیله که بسیاری از اینها در خونه‌های خودشون به شهادت رسیدن، در محل کارشون به شهادت رسیدن. وقتی که شما تهدید رو نشناسی، وقتی که شما دشمن رو نشناسی، ابزارهای قدرت اون رو نشناسی، دچار میسپرسپشن میشی، درک درستی از فضا نداری. وقتی که درک درستی هم نداشته باشی، احساس میکنی که محور اصلی قدرتی. برخی از همین تحلیلگران و همکاران من و شما نگاهشون این بود که اصلا ایران فراتر از فضای دو قطبی قرار گرفته و
یک جایگاه ویژه‌ای در فضای جهانی داره، در حالی که من به این بحث خیلی معتقدم. کسی میتونه قدرت بزرگ باشه که اقتصادش، تکنولوژیش و نظامیگریش در مقیاس جهانی شما بتونی متوازن بکنی. یه مشکلی که ما داریم به لحاظ تاریخی هم اینجوریه، توسعه‌مون یه بعدیه. به همین دلیلی که هانتینگتون در اون کتاب سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی یه بخشی رو اختصاص میده به تناقض شاه. یه تناقض شاه مربوط به چیه؟ مربوط به اینه که توسعه اقتصادی رو بهش اولویت میده، به مشارکت و توسعه سیاسی و دموکراسی بی‌توجهه. برخی از اجزا رو میبینیم، برخی رو نمیبینیم. پس نکته مهمی که وجود داره اینه که اول از همه نظام جهانی رو بشناسی، دشمنت رو بشناس. بحثی که سونتزو میگه داره در اون کتاب هنر جنگش، میگه اگر خودت رو شناختی و دشمنت هم شناختی در هر جنگی پیروزی. اما اگر نه خودت رو شناختی و نه دشمنت رو شناختی، مطمئن باش در هر جنگی با تراژدی روبرو میشی. خودت رو شناختی یعنی چی؟ یعنی چه ابزار قدرتی داری؟ چقدر قابلیت داری؟ چقدر توان بسیجی داری؟ چقدر میتونی نیروها رو به کار بگیری و بتونی سدی از مقاومت به وجود بیاری؟ وقتی که در فضایی قرار میگیری که به لحاظ تاکتیکی، بحث اولیه کنش تاکتیکیه که مزیت هوایی نداری و ضد هواییت نمیتونه مقابله بکنه، هر چقدر تو تأسیسات ایجاد کنی تأسیساتت زده میشه. میخوان یه ساختمونی بسازند، میگن اول ایمنی بعد کار. درسته؟ میخوای شما یه سوله بزنی، یه تأسیسات بزنی، میلیاردها، هزاران میلیارد تومان میخوای هزینه کنی، پس باید اول پدافندش رو برقرار کنی. با S-300 و با شاهد نمیتونی با تکنولوژی هوایی موشک‌های به قول معروف میان برد، موشک‌های کروز و هواپیماهای F-35 مقابله کنی. پس نکته که وجود داره اینه که ما در معرض تهدید قرار داشتیم و داریم. پس اولین نکته که وجود داره مسئله پدافنده. اولین نکته که وجود داره مسئله پدافنده. و فکر میکنم که این مسئله رو در جنگ اسرائیل علیه ایران ما درک کردیم، ولی خودمون رو بازسازی نکردیم. به همین دلیل بود که امریکایی ها مجدداً با اسرائیلی ها از همون شیوه، از همون الگو بهره گرفتن و ما را هدف قرار دادن. من پرانتزی باز بکنم، این شرایط داخلی ایران حداقل به، یعنی باید در این سطح بپذیریم که حداقل به آمریکا و اسرائیل این کمک رو میکنه که جنگ رو توجیه بکنن، کما اینکه در مجموع صحبت‌هایی که ترامپ و نتانیاهو داشتن روی این عامل خیلی تاکید کردن که ببینید یک قشری هستن داخل ایران که با جمهوری اسلامی مخالفن، وقتی داخل خود ایران همچین شرایطی وجود داره ما هم به اونا کمک میکنیم. شما این عاملیت رو در چه سطحی قرار میدید؟ نگاه کنید، من این رو بهتون بگم، یه فضای بیگانگی، مثل همون بیگانگی که کامو بهش میپردازه، شرایطی رو ایجاد میکنه که فرد هدف محور نیست، ساختار محور هم نیست. آقا یه تحول نسلی در این کشور شکل گرفته، یه تحول تکنولوژیک به وجود اومده. اندیشه عمومی ما این بوده که یه زمانی، شماها یادتون نمیاد، البته آقای دکتر مسئلهش فرق میکنه، ماشین کمیته تو خیابون میچرخید، میگفت ماشین نگه دار.
کاست رو اگر یه فردی کاست داشت رو میگرفت میبردش وزرا. این آستین کوتاه شما و بنده هم میتونستش مایه اعتراضشون باشه. من یه دفعه سمت میدون ونک مورد اعتراض قرار گرفتم، این فضای آستین کوتاهی، و طبعا با طنز بر ترتیب باشون فضا رو عبور، یعنی از مسئله عبور کردم. اما این رو میخوام بهتون بگم، بعد از این مسئله نوار کاست عادی شد. بحث اصلی که پیش اومد نوار ویدئو بود. ماشینا رو بگرد که تو نوار ویدئو پیدا کنی. بعد بیای از الگوی مدل راپل استفاده کنی، رو پشت بوما نیرو پیاده بکنی برای جمع کردن آنتن ماهواره. وقتی که ذهنیتت و اورینتیشنت این باشه، تو تهدید رو در داخل ببینی. ممکنه یه سری از فضاهای روشن فکری ایران هم علت اصلی این جنگ رو در داخل ببینه. یعنی میخوام بهتون بگم ما یک درک دقیقی مجموعه‌های امنیتی و مجموعه‌های انتظامی و مجموعه‌های راهبردی نسبت به تحول تکنولوژیک، ضرورت‌های نسلی، دگرگونی‌هایی که در انتظارات جامعه شکل گرفته وجود نداشت. سرمون رو انداختیم پایین و هنوز هم تو همون مسیر حرکت داریم. شما نگاه کن، هنوز مسیر همون مسیره که بابا یه تهدید داری، یه دشمن داری، یه موازنه قدرت داری، باید بتونی تو عبور بکنی از این فضای تهدید. و متاسفانه امروز این شرایط رو ما نمیبینیم. یک توافق اسلام آبادی که ایجاد شد، البته من نگاهم اینه که ترامپ تمایلی به اجرای اون توافق نداشت. یک بازی به قول معروف سیاسی دیپلماتیک بود، چون هر موقع ترامپ بازی دیپلماتیک داشت پشت سرش یه جنگ علیه ایران شکل گرفت. ولی میخوام این نکته رو بگم خدمتتون که فضای نادیده گرفتن ساخت اجتماعی بنیه مشروعیت نظام سیاسی رو در حکمرانی ضعیف میکنه و این به هیچ وجه من این مسئله رو ربطی به جنگ نمیدم. جنگ ما مورد تهاجم قدرت خارجی قرار گرفتیم و باید بدونیم این در تاریخ جهان موارد محدودی وجود داره که دو قدرت هسته‌ای علیه یک بازیگر منطقه‌ای کنش تهاجمی داشته باشند و ما اگر دموکراتیک ترین وضعیت ممکن رو هم فراهم می‌کردیم، باز هم شما شک نداشته باشید کنش تهاجمی اجتناب ناپذیر بود. به چه دلیل؟ یه مثال کوچیک بزنم. دموکراتیک ترین وضعیت 50 سال گذشته دوران آقای خاتمی بود. آقای خاتمی این روی کرد و تو حوزه سیاست خارجی هم به کار گرفت. مسئله رو برد توی فضای گفتگوی تمدن‌ها و گفتگوی تمدن‌ها رو برد در سازمان ملل. در همون سالی که ما گفتگوی تمدن‌ها رو بردیم سازمان ملل، ایران از سوی جورج بوش محور شرارت نامیده شد و توییتی که 2 روز پیش ترامپ زده بود، اون تصویری که داشت عکس جورج بوش رو انداخته بود و خودشو گفت اون مأموریتش ناتمام بود ولی من مأموریتم به اتمام رسیده. میخوام اینو بگم، یه مسئله چالش‌های اجتماعی و اقتصادی و حکمرانی داریم و بسیار جدی است و منجر به تضعیف شناخت ما از داخل و شناخت ما از سیاست بین الملل شده. یه بحثه. ولی یه مسئله هستش، کنش تهاجمی اسرائیل امریکاست که باید در برابرش مقاومت کرد و باید ساخت اجتماعی بدونند که
قدرت‌های بزرگ به ویژه امریکای اسرائیل دنبال نابود کردن موجودیت اینان و هویت اونا. فقط بحثشون نظام سیاسی و حکومت نیستش، بحثشون فراتر از این است و به همین دلیل باید مقاومتی که از عناصر بنیادین کنش سیاسی ایران در اصلی باشه که تهاجم امریکا و اسرائیل هنوز به قدرت خودش باقی است و نهادهای بین الملل و سازمانهای بین الملل و حقوق بین الملل هیچ کاری در ارتباط با حقانیت و مظلومیت ایران انجام ندادن و این یک ضعف بزرگ برای آینده اندیشه‌های نئولیبرالی در تبیین تحولات سیاسی و بین المللی محسوب میشه. متشکرم ازتون، در خدمت شما هستیم. خب اون صحبت‌هایی رو که جناب آقای دکتر متقی مطرح میکنن اتفاقا صحبت‌های خیلی قابل تأمل و قابل توجهیه. من فکر میکنم که موضوع این که در زمان قاجار با قبله عالم مواجه بودیم، موضوع این که گراهام فولر بحث قبله عالم رو به عنوان یک مؤلفه پررنگ در فرهنگ سیاسی ایرانیان دیده، موضوع این که جشن‌های 2500 ساله در ایران رخ داده و از دلش شاهنشاه و یادمان کوروش کبیر میخواد احیا بشه و همینطور این موضوعی که ولی امر مسلمین یا ولایت فقیه از 1357 به بعد تولید میشه، اینا نکته‌های درستیه که ایشون دارن مطرح میکنن آقای دکتر. و این نشون دهنده جامعه شناسی سیاسی ایرانه. یعنی شما فرهنگ سیاسی ایران، جامعه شناسی سیاسی ایران رو بررسی بکنید، مؤید همین نکته هستش که ما با یک رویال محوری در این فرهنگ سیاسی و در این جامعه شناسی سیاسی روبرو هستیم و این وجود داره. ولی نکته مهم نتیجه ایه که اینها داشتن. نتیجه ای که قبله عالم داشت این بودش که سرزمین ها و قلمروی ایران رو از دست میده. نتیجه ای که جمهوری اسلامی با همین نکته‌ای که شما اشاره کردید ولی امر مسلمین این بود که 3 تا جنگ داره صورت میگیره و فشارهای اقتصادی و ضعف و عقب ماندگی برای مردم هست و نتیجه‌ای که در جشن‌های 2500 ساله بوده اینه که شما برید از مردم بپرسید که اون موقع راحت‌تر زندگی میکردن یا الان یا در دوره قاجار. خب شما بایستی برید نتایج رو ببینید. و نکته بعد این هست که ما استیتیسم مبتنی بر اینه که شما حراست بکنید از یک کشور، حراست بکنید از یک ملت، حراست بکنید از یک نظم عمومی. یعنی چی؟ یعنی شما بایستی به گونه‌ای حکمرانی بکنید که جنگ رخ نده، جنگ اتفاق نیفته. وظیفه دولت‌ها اینه که ملتشون رو در صلح نگه داشته باشن. خب شما که تأکید میکنن اونهایی که نگاه رئال و نگاه رئالیستی و اینا رو بایستی اینا رو دیگه از ما بهتر بدونن که وقتی شما میگید سیاست خارجی نه شرقی نه غربی یعنی اتحاد شرق و غرب علیه شما. یه چیز خیلی ساده است. وقتی شما با این سیاست خارجی میرید جلو انتظار دارید که تمام دنیا علیه شما نباشن، تمام اروپا علیه شما نباشن، بمب شیمیایی مدعیان حقوق بشر به کشور متجاوز ندن. یعنی شما سیاست خارجیتون مشکل داره. یک نظام که مبتنی بر استیتیسم باشه اون نظام عبور میکنه از انقلابیگری. در روابط بین الملل انقلاب طبیعیه، در همه جای دنیا ما انقلاب داشتیم. یعنی شما انقلابیون در یک مقطعی 10 سال مگه چین انقلابی مگه نبوده؟ مائویستی مگه نبوده؟ چینی‌ها میگفتن که ما فقط ساخت از درون. امروز بیشترین رابطه رو با همه دنیا دارن، از آفریقا و آمریکا و همه این چیزا. ایدئولوژی‌های کمونیستی، آرمان‌های کمونیستی رو اومدن محدود کردن در زمینه‌هایی که میتونه مفید باشه برای قدرتمندی کشورشون، نه اینکه بدبختی و فلاکت برای کشورشون به وجود بیاره با توهماتی که دارن.
نکته بعدی که ما بایستی بهش توجه داشته باشیم آقای دکتر متقی، بحث این نیست شما کشور رو اگه دموکراتیک بکنید کشور قدرتمند میشه. من چه حرفی رو نزدم که این حرفو زدم همین الان خیلی خیر اشتباه متوجه شده آقای دکتر. من اگه بیارن آقایون میبینن من گفتم که کشور اگه درش رضایت عمومی نباشه، اعتراض مردم باشه، ضعیف میشه. ایشون سوال کردن چرا شما تفکیک میکنید بین جمهوری اسلامی و ایران؟ عرض کردم من موقعی میتونم اینو بگم که اون یک نظام لیبرال دموکراسی باشه، اینطوری گفتم. والا دلیل اینکه عربستان قطری‌ها اینو میگن قاشقی شما که یه سوال دارم. اگر ببخشید اگر دموکراسی خاتمی وجود داشت که دیگه این نقطه اوج به قول معروف جامعه مدنی و مشارکت و همزیستی و حقوق اقوام و این موارد رو میتونیم بگیم. سوال کنش تهاجمی امریکا انجام میشد یا نمیشد؟ در دستور کار قرار میگرفت یا نمیگرفت؟ اگر نمیگرفت پس اون بحث محور شرارت چیه؟ یعنی میخوام اینو بگم که ما باید حوزه ساخت داخلی حکمرانی رو از جدا کنیم. ما بحث رئالیسم که میگیم، رئالیسم جدا میکنه، نمیگه سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی، میگه سیاست داخلی یه منطق داره، سیاست خارجی هم یه منطق دیگه داره. ما اگر خواسته باشیم چالش های داخلی خودمون رو، من اینجا با شما کاملا هم عقیدم که ما این چالش ها رو داریم، ولی این چالش ها عامل جنگ نیست. اون راهبرد تهاجمی اتفاقا امریکا و اسرائیل که عامل جنگه. به همین دلیل هم بودش که هیچ فضایی رو حمایت نکردند از مجموعه هایی که نگاه ساختگرای دموکراتیک داشتن. اسرائیلی ها چی کار کردند؟ اسرائیلی ها اومدند یک معرکه‌ای رو از طریق ایران اینترنشنال به وجود آوردن. هدف اصلیشون این بود که این دیس اینتگریشن و این جدایی اول در ذهن مردم ایجاد بشه، بعد در قالب‌های فرهنگی ایجاد بشه و بعد بگن خب اینم یه بستریه برای اینکه ما تهاجم بکنیم. مردم مهم بودن دیگه. مردم همیشه مهمن، ولی خب شما باید بدونید که نقش مردم رو انکار شما نکنید. باید کی انکار کرد؟ شما انکار میکنید. شما انکار میکنید. علتش این که مردم در استیت قرار دارن. شما استیت رو که انکار بکنید و حقانیت بدید برای حمله نظامی، شما هم مردم رو نادیده گرفتید، هم حقوق سرزمینی رو نادیده گرفتید، هم حاکمیت ملی رو که با مسئله مربوط به حقوق بین الملل هم مغایرت بسیار جدی داره. خیلی متشکرم. صورت بندیتون سوال بود الان بحث و ادامه آقای بدید. دکتر گفتم من سوالی دارم. آره بحثی که من داشتم این بود دیگه. نظر بود، کامنت بود. ببینید نکته‌ای که من داشتم عرض می‌کردم این بود. قطری‌ها اینو میگن که وقتی قاشقی که به ما داره غذا میده، اون دستی که قاشق دست گرفته داره به ما غذا میده، ما اون دستو گاز نمیگیریم. لذا در قطر، در عربستان دموکراسی نیست، ولی رضایت وجود داره. نکته مهم رضایت مردمه. این بایستی مورد توجه قرار بگیره. ببینید درباره این موضوع که حقوق بین الملل و مسائل این گونه و اینا، حقوق بین الملل موازش کاملا روشنه. خب استفاده از زور ممنوعه. شما نمیتونید از زور استفاده بکنید. هر کشوری میخواد باشه. میخواد جمهوری اسلامی باشه، میخواد روسیه باشه، میخواد ایران باشه، میخواد اسرائیل باشه، میخواد آمریکا باشه. خب مشکلی که وجود داره اینه که برخی از آقایون که صحبت از رئالیسم و صحبت از مسائل دیگه میکنن، یه جاهایی متوسل به حقوق بین الملل و حقوق بشر میشن، یه جایی چشماشون رو میبندن. خب ما معتقدیم ما اصلا هیچ اجازه بفرمایید پذیرشی نداریم، چون هیچ حقوق بین الملل و حقوق بشر اعمال نشده. هر موقع شما صحبت کردیم ما سکوت کردیم. درسته؟ یعنی هیچ جا من نیومدم وسط صحبت. نه درسته. خب بذارید من صحبتم تمام بشه دیگه. خب این نکته که برخی از اونهایی که معتقد به رئالیسم هستن میان و میگن که حقوق بین الملل اساساً محلی از اعراب نداره، اونها در جاهایی باز متوسل به حقوق بین الملل و حقوق بشر میشن.
این که ما گزینشی در دانش روابط بین الملل و در دانش حقوق بین الملل، گزینشی حقوق بین الملل رو ببینیم، گزینشی حقوق بشر رو ببینیم، لحاظ علمی درست نیست. حقوق بین الملل موازش روشنه، توسل به زور ممنوعه، استثناء داره دفاع مشروع، استثناء داره مسئولیت حمایت، استثناء داره مداخله بشردوستانه. در غیر از این موارد استثنایی شما توسل به زور ممنوعه. خب بنابراین در هر جایی، میخواد روسیه باشه، میخواد جمهوری اسلامی باشه، میخواد آمریکا باشه، اسرائیل باشه، متوسل به زور بشه، این لحاظ حقوق بین الملل قبیحه و ما این رو نمیپذیریم. این رد. حقوق بشر هم به همین صورت. ترامپ میخواد نقض بکنه، نتانیاهو میخواد نقض بکنه، هر کس دیگه در هر جای دنیا نقض بکنه، این مورد پذیرش نیست. محور ما آقای دکتر متقی همیشه مردمه. یعنی ما باید شاخص پیشرفت یک کشور رو نگاه بکنیم ببینیم نظر مردم چی. اگه نظر مردم تایید یک نظام سیاسیه، خب پس ما بایستی بدونیم، بایستی به اون نظام سیاسی احترام گذاشت. اگر نقده، خب ما بایستی بگیم که خب این محل نقده. اگه اعتراضه، بایستی پشت اعتراض مردم باشیم، بایستی پشت مردم باشیم. اگر آسیبی میبینن، بایستی حمایت بکنیم از آسیب دیدگان، کسانی که به ناحق آسیب ببینن، کسانی که به ناحق چشمشون رو از دست بدن، جانشون رو از دست بدن، اینا مردم ما. این ماجرا اما اجازه بفرمایید بذارید صحبت من تمام بشه دیگه. هی وقتی شما قطع میکنید من نمیتونم جمله‌ام رو کامل بکنم. میخوام برسم به نتیجه. همه اینها رو اگر کنار هم بگذاریم و مردم در کنار یک نظام سیاسی نباشند، بیگانگانی که به باور رئالیست ها در ساختار نظام بین الملل نمیتونن بازیگر خوبی از منظر اونها باشن، این فرصت رو پیدا میکنن که اون کشور رو مورد هجوم قرار بدن. من میگم این یک عامله و این عامل بایستی مورد توجه قرار بگیره. عامل دوم عرض کردم اقتصاد. شما خودتون آقای دکتر اینا رو الان توضیح دادید، گفتید که حتما بایستی ما اینا اشتباه ما بوده. بله خب منم همین رو دارم میگم اقتصاد بایستی مورد توجه قرار بگیره. سوم عرض کردم قدرت نظامی و قدرت نظامی رو در بستر دفاعی من این رو عنوان کردم و اینکه هیچ کشوری حتی اگر در نظام جهانی کشوری که میگم نه حالا ابرقدرت، هیچ کشوری که ابرقدرت نباشه خواهان هژمونی منطقه‌ای یا حتی رقابت با قدرت‌های بزرگ باشه، رسانه‌ای نمی‌کنه که من می‌خوام قدرت تهاجمی داشته باشم. چیکار می‌کنه؟ تقویت می‌کنه قدرت خودش رو، میگه اینا قدرت دفاعی منه. شما برنامه‌ریزی‌های دفاعی، سیاست‌های، ببینید در وزارت دفاع، در نیروی سپاه، در نیروی امنیتی، مهمترین نکته اینه بایستی بخش بین الملل خودشون رو، ادبیات بین الملل خودشون رو بایستی تقویت بکنن. شما بایستی همه این موارد رو میبردید در بستر دفاعی، ولی وقتی میایید علنا و شفاف رسانه‌ای میکنید که ما میخوایم اون رو با خاک یکسان بکنیم، اون رو میخوایم نابود بکنیم، این رو میخوایم چیز بکنیم، خب این یک اجماع بین المللی رو برای شما به وجود میاره. اینجاست که گفتم این سه تا عامل بایستی بهشون توجه بشه. ببخشید. عذر می‌خوام از شما. سلامت باشید. یه مسئله ای رو مطرح کردن در رابطه با شرایط ایران زمان جنگ ایران و عراق که این شاخص‌ها انگار در آن زمان خیلی شاخص‌های بدی نبود ولی باز به ایران جنگ تحمیل شد. در رابطه با این هم به ما میگید؟ من همون اول توضیح دادم، گفتم وقتی شما سیاست خارجیتون سیاست خارجی درستی نباشه چون این مشکلی پیش میاد. سیاست خارجی که شما داشتید یک سیاست خارجی بودش که هم بلوک شرق هم بلوک غرب، یعنی کل ساختار نظام بین الملل رو به مبارزه میطلبید، چون این ساختاری میره پشت یک کشوری که متجاوز هم هست از منظر حقوق بین الملل، از منظر نظام بین الملل، از منظر اخلاق. اینجاست که شما نمیتونید اتکا بکنید به حقوق بین الملل، این اشتباهه. شما نمیتونید اتکا بکنید صرفاً به زور، این هم اشتباهه. شما بایستی اتکا بکنید به تدبیر و سیاست خارجی. در جنگ سیاست خارجی بازو و کمک رسان نیروی دفاعی، نیروی بسیج، نیروهای مردمی در مقابل عراق متجاوز نبود. برای همین جواب نمیگرفت. برای همین تمام همسایگان، آقای دکتر متقی اشاره کردن، تمام کشورهای اروپایی، آخه مگه میشه یک کشوری
اینقدر مظلوم بشه. خب پس ما داریم چیکار میکنیم؟ پس در حکمرانی، در موضوع سیاست خارجی در زمان جنگ، حکمرانی در موضوع سیاست خارجی، دقت بکنید نگفتن در موضوع معیشت. در اون زمان دولت میدونستش با توجه به شرایط مردم چگونه برنامه ریزی بکنه و شرایط اون زمان هم متفاوت بود، اما در سیاست خارجی ناتوان بود و با مشکل مواجه بود. و در نهایت هم که شما دیدید چه اتفاقی برای کشور افتاد. گفته میشه نزدیک به 1000 میلیارد دلار خسارت. هنوز آثار جنگ تحمیلی اول، جنگ عراق، بر این کشور هزینه‌اش باقی مونده و مردم دارن آثارش رو میبینن. جدای از اون، این همه انسان، این همه کشته هایی که ما دادیم، شهدایی که ما دادیم، این همه جانباز، این همه خانواده هایی که با اون موضوع همچنان درگیرن. این خلاف قاعده بودن، این که ما خارج از اون پازل و نظم کلی عمل میکنیم، انگار در نگاه آقای زاکریان عاملیت اصلیه. در این باره به ما بگید و باز حالا در رابطه با این هم بگید که اینجا شما بازیگری به نام آمریکا دارید و اسرائیل، اینها رو بعضا تفکیک میکنن و بعضا همراستا قرار میدن. شما نظرتون چیه در رابطه با نقش این دو تا بازیگر؟ ما این بحثایی که وجود داره با عنوان رژیم‌های بین‌المللی یا این حقوق بین‌الملل یا این استثناءاتی که 3 موردش رو آقای دکتر به کار گرفتن، قواعد حقوقی است که میسازند، نهادهای بین‌المللی اون رو تئوریزه میکنند برای کنش عملیاتی که مثلا امریکایی ها انجام میدن. مثلا اقدامی که امریکا انجام دادن در ارتباط با فلان منطقه یک کشوری، میگن آقا این اقدام عملیات بشر دوستانه بودیم، در حالی که کشورهای دیگه و واحدهای دیگه و نهادهای بین المللی در سال 2003 کاملا مخالف حمله امریکا به عراق بودند، ولی امریکا حمله نظامیش رو به عراق انجام داد، یعنی شورای امنیت مخالفت کرد. در رابطه با ایران 2025 و 26 هم همین وضعیت وجود داره. ولی یه نکته بسیار جدی و اساسی باید بهش اشاره کنیم و این رو هم من الهام گرفتم از روح الله رمضانی. میگه سیاست خارجی ایران فاقد ظرافته، یعنی ادبیاتی که به کار میگیره ادبیات دفاعی، یعنی با ماهیت دفاعی داره، ولی ادبیاتی رو به کار میگیره که شما میتونید به اون استناد بکنید که رویکرد تهاجمیه. وقتی که این انگار وجود داشت و شما مورد تهاجم قرار گرفتی، همه سکوت میکنند. ولی این نکته که آیا جنگ ها غیر قابل، یعنی قابل پیشگیری است؟ به هیچ وجه جنگ قابل پیشگیری نیست. به همین دلیل هم هست که از سال 1648 زمانی که نیشن استیت شکل گرفت ارتش دائمی داریم. ما قبل از 1648 ارتش دائمی در جهان نداشتیم، در هیچ کشوری. از اون مقطع زمانی ارتش دائمی شکل گرفت. به چه دلیل؟ به این دلیل که تهدید دائمی شد و این تهدید علیه همه بازیگرانه. مگه ایران سال 1980 چه چالشی رو برای عراق ایجاد کرده بود؟ صدام حسین یک انگیزه حمورابی نگری داشت و میخواست یک تمدن عربی رو بر اساس الهاماتی که از حمورابی به دست آورده بود رو اعمال کنه. راه نخستینش این بود که به ایرانی حمله کنه که به قول حسن هیکل میگه که ما بس با صدام دیدار داشتیم، گفت این بهترین زمان اقدام جهان عرب و عراق برای اینکه ما ایران رو شکست بدیم. بنابراین میخوام این رو بگم، هیچگاه حقوق بین الملل مانع این نشده که کشوری مورد تهاجم واقع نشود. اینها یه بحثایی هستش، حتی همین ادبیات غیر ظریف سیاست خارجی
اینا یه بحثه، ولی یه بحث دیگه وجود داره، اینی که آمریکا و اسرائیل انگارش زدن ایرانه، زدن دکتر مصدقه. دکتر مصدق رو بر این اساس زد که بحثش سیاستش سیاست موازنه منفی بود. این نه شرقی و نه غربی، همون موازنه منفیه. یعنی این توی فرهنگ سیاسی و سیاست خارجی ایران وجود داره، به همون گونه‌ای که امریکایی ها و انگلیسی ها به خودشون حق دادن که مصدقی که نظریه موازنه منفی رو داشت، یعنی اینکه منابع در انحصار هیچ قدرت بزرگ خارجی قرار نداشته باشه، نه شرقی و نه غربی هم به همین معناست. این با روح ایرانی وجود پیوند پیدا کرده. در زمان رضا شاه هم همین انگاره مشاهده میکنیم. رضا شاه در یه مقطع زمانی به ویژه 1933 به بعد 34 به بعد آلمان رو انتخاب میکنه. آلمان رو انتخاب میکنه به عنوان نیروی سوم. انگلیس و اتحاد شوروی میزننش. مصدق هم نیروی سوم و جالبه امریکا رو انتخاب میکنه، ولی نمیدونسته همین امریکایی که به عنوان نیروی سوم انتخاب کرده بر اساس اسناد CIA که منتشر شده و آبراهامیان اون رو منتشر کرده، گازیوروفسکی منتشر کرده، نشون میده که از سال 1951 ایستگاه CIA در ایران وجود داشت و از سال 1952 سیاستشون تغییر حکومت بود، یعنی زدن حکومت مصدق بود. فقط مصدق رو نزدن، آربنز رو در گواتمالا هم زدند، آلنده رو در شیلی هم در سال 1973 زدند. پس این ذات قدرت‌های بزرگ، اون چیزی که مرشایمر بهش میپردازه و میگه ماهیت تهاجمی داره و دنبال حق و حقوق و نهادهای بین المللی نیست، من با این موافقم. نکته بعدی اینه که ما چه باید بکنیم. برخی دوستان انگاره‌هایی رو مطرح میکنند معطوف به بندوگونینگ. بندوگونینگ یعنی الحاق. تمام نظریه پردازان روابط بین المللی میگن با هر کسی هرگاه با قدرت‌های بزرگ در وضعیت الحاق و دنبال روی قرار گرفتی زده میشه، اون در یک پیچ تاریخی از تو جدا میشه. نمونهش شاه ایران بود، نمونهش مصدق بود، نمونهش رضا شاه بود. حالا جمهوری اسلامی تجربه تاریخی پیدا میکنه. وقتی که تجربه تاریخی پیدا کرد در صدد این برمیاد که میگه من خودم رو قوی کنم. ولی من با این مسئله موافقم که دکتر زاکریان بهش اشاره کرد و به درستی اشاره کرد. قدرت این نیست که فقط از لوله تفنگ خارج بشه. این بحث مائو قدرت امروز قدرتیه که بوزان بهش اشاره میکنه. 5 بعد داره، موسع، اینکلوسیوه. به همون میزانی که قدرت نظامی باید داشته باشی، باید قدرت صنعتی و تکنولوژیک هم داشته باشی، باید قدرت اقتصادی و اجتماعی هم داشته باشی، بتونی کوهیژن ایجاد کنی، انسجام ایجاد کنی. انسجام یعنی چی؟ زمانی که همبستگی وجود داشته باشه بین جامعه و حکومت. کی همبستگی ایجاد میشه؟ یا تهدید مشترک به وجود بیاد که در این دوران جنگ حاصل شد، یا جامعه و حکومت احساس منافع مشترک و مسیر مشترکی داشته باشن که تو این مسیر من هم موافقم که به شدت ضعیف بودیم و علت ضعیف بودنش همین اولیگارشی قدرتی هستش و همین مجموعه های تراستی است که شکلی گرفتن و مانع از این شدن که یک توزیع
عادلانه منابع حاصل بشه. ولی نکته آخرم بگم و اون اینی که امریکا در جنگ با ایران، در جنگ 39 روزه 50,000 هدف زده. نشون میده که 50,000 هدف اقتصادی و نظامی و تکنولوژیک و پزشکی و اینها رو تو تونستی توسعه بدی. وقتی که 50,000 هدف رو به شلیک میکنه و میزنه و بخش عمدهش رو نابود میکنه، نشون دهنده اینه که توسعه اقتصادی و راهبردی مطلوبی در مقایسه با تمامی کشورهای جهان سوم ما پیدا کردیم. ولی طبعا این ذات قدرت‌های بزرگه که اگر باش متحد بشی یه سرنوشت پیدا میکنی و اون سرنوشت افوله. اگر علیهش هم قرار بگیری یه سرنوشت دیگه پیدا میکنی و اون یک فضای تراژیک جنگه. اینجاست که اشپربر اون کتاب رمان قطره اشکی در اقیانوس رو مینویسه، بحث مربوط به سوسیال دموکراسی آلمان و رؤیای سوسیال دموکراسی که چگونه اون رؤیا با واقعیت‌هایی روبرو شد که منجر به ظهور آلمان هیتلری شد. در این میان وزن امریکا، وزن اسرائیل تفاوتی نمی‌کنه. لاجرم ما به واسطه وضعیت استقلال طلبانه‌ای که داریم و جامعه ایرانی میخواد خودش و هویت خودش رو فارغ از این نظام بین‌الملل تعریف کنه، لاجرم ما درگیر جنگ خواهیم شد، حالا چه آمریکا چه اسرائیل چه شرایط دیگه‌ای که وجود نگاه کنید، اسرائیل متحد همه جانبه آمریکاست. اسرائیل پادگان امریکا در خاورمیانه. یک مفهومی وجود داره، دولت دست نشانده. این دولت دست نشانده و این دولت نیابتی اسرائیله. یعنی وقتی که اسرائیل باشه حماس زده میشه، حزب الله زده میشه، با ایران چالش جدی میشه، قطر زده میشه. حتی امروز داره بحثای جدی مطرح میشه برای جدال چند سال آینده اسرائیل با ترکیه. یعنی تنها کشور اسلامی که در وضعیت توسعه اقتصادی قرار گرفته و تونسته خودش رو خیلی متوازن بکنه با سیاست‌های جهانی، ولی بازی تهاجمی اسرائیل علیه ترکیه شروع شده. بنابراین اسرائیل رو باید متحد منطقه‌ای آمریکا در خاورمیانه بدونیم. من تو این چارچوب نگاه می‌کنم. ممنونم، در خدمت شما هستیم. در رابطه با این هم به ما بگید که چقدر حقوق بین الملل در شرایط فعلی قابل اتکا هست هنوز، حالا با توجه به اینکه نهادهای بین الملل، ساختارهای قدیمی بین الملل انگار یه مقداری وزنشون کمتر شده و اشخاصی مثل ترامپ ممکنه در دل دموکراسی‌ها ظهور بکنن و نظم حاکم رو به هم بزنن. استفاده می‌کنن. اون چیزی که قابل اتکاه در واقع منافع ملیه. یعنی شما اگه میخواید یه نظام سیاسی میخواد به یه چیزی اتکا بکنه، نبایستی بره اتکا بکنه به روسیه، چین یا حقوق بین الملل یا آمریکا یا بیگانگان و موارد این گونه ای. بایستی اتکاش به مؤلفه‌های منافع ملی باشه. مؤلفه‌های منافع ملی هستن که روشن میکنن شما چگونه و به چه شیوهی میتونید به قدرت دست پیدا بکنید. اگر بخواد این اتکای به منافع ملی شکل پیدا بکنه، لازمش اینه که شما حکمرانی خوب داشته باشید، یعنی یه گود گاورننسی داشته باشید که در اون چندین مؤلفه هست که مؤلفه‌های پررنگی هستن، مثلا مؤلفه‌های مثل شفافیت، حسابرسی، عدم فساد، مشارکت، پاسخگویی. اینا بایستی درش قوی باشه. نظام‌های سیاسی که اینا رو رعایت بکنن، خب طبیعیه که میتونن موفق باشن در منافع ملی محور بودن و اون موقع دستاوردهایی داشته باشن. یک نکاتی رو آقای دکتر متقی اشاره کردن به درستی درباره سیاست خارجی موازنه منفی.
ما سیاست خارجی موازنه مثبت داشتیم که قاجار این رو استفاده میکرد. یه امتیاز میداد به روسیه، یه امتیاز هم میداد به انگلیس تا قدرت‌های بزرگ راضی باشن و اجازه بدن که اینا به حکومت و حکمرانی خودشون ادامه بدن. اینا معمولا نظام‌هایی که مشروعیت ندارن متوسل به بیگانگان میشن. هر بار گدایی یک کشور خارجی رو میکنن، اسمشون فقط عوض میشه. یه روزی انگلیس، یه روزی اسمشون روسیه است، یه روزی اسمشون آمریکا، یه روزی اسمشون چینه. بالاخره این در طی تاریخ عوض میشه. اما اون کشورهایی که خیلی قدرتمندن کشورهایی هستن که اتکاشون صرفاً به مردمه و اون اتکا موقعی میتونه شکل پیدا بکنه که حکمرانی خوب باشه. اگه حکمرانی خوب باشه در هر شرایطی، به لحاظ دفاعی، به لحاظ اقتصادی، در همه شرایط اون نظام سیاسی میتونه بحران‌ها رو پشت سر بگذرونه و در نهایت پیشگیری بکنه از اینکه یک تهدیدی متوجه اون کشور بشه، یا اگر یک جنگی هم بخواد شکل پیدا بکنه اون قدرت‌های بیگانه منصرف میشن از این انسجام و از همه این موارد. شاید به همین دلیل هم باشه که برخی از این سرداران نظامی، حالا من کسی رو که در یک جلسه مشترکی با آقای دکتر متقی بودیم، اگر خاطرتون باشه، این دکترینی بودش که آقای سردار علایی مطرح کرده بود. گفت در جنگ 12 روزه، در اون چند روز آخرش، اون چیزی که خیلی مهم بود حضور مردم بود و این دکترین حضور مردم رو ایشون مطرح کرده بودش که مردم حضور داشته باشن در صحنه. خب این همین که شما میبینید دست یک عده پرچم میدن و میگن که شما بیایید و اینا، خب البته این که سیستماتیکه، یعنی دارن این برنامه ریزی و چیز هست، ولی اگر اون چیزی که ذاتی باشه، خودجوش باشه و اینا، در یک حکمرانی خوب اونطوری شکل پیدا میکنه که به صورت ذاتی مردم با هر گرایشی دارن نظر خودشون رو در صحنه ارائه بکنن، خب اون موقع اون کشور قطعا منصرف میشه. نه اینکه اگه نمایشی باشه، خب بیگانگان میدونن که این از کلیت یک جامعه شکل پیدا نمیکنه، بلکه از برنامه‌ریزی و یا از دکترین‌های تعداد افراد محدودی داره این شکل پیدا میکنه. بنابراین اون چیزی رو که اتکا میکردن در موازنه مثبت به بیگانگان بود. حالا اونهایی که مدعی بودن که خیلی مردمی هستن، مثلا آقای مصدق که ادعاشو داشت و اینا، اونا اومدن از موازنه منفی استفاده کردن. خب من نه روسیه رو، نه شوروی رو، نه انگلیس رو، یه نیرویی هم مثلا فکر کردم مستقل ایالات متحده آمریکا، سعی کردن باز به بیگانه متوسل بشن. خب اینم باز شما میبینید که نتایجی نداره. در نهایت اتفاقاتی که میافته نشون دهنده اینه که تا چه اندازه اقداماتش تونست کمک بکنه به وضعیت ایران و ایرانیان در نظام بین الملل. پهلوی دوم یک سیاست خارجی رو اتخاذ کرده بود که به نظر من اتفاقا این سیاست خارجی قابل تأملیه و اون سیاست خارجی متوازن بود. با توجه به وزن هر کشور در نظام بین الملل شروع میکرد به برقراری رابطه سیاسی با سایر کشورها. البته پهلوی اول هم این کار رو کرده بود، برخلاف صحبتی که آقای دکتر متقی اشاره کردن که ایشون موازنه رو رفته بود به سمت موازنه منفی و بعد آلمان رو خواست به عنوان نیروی سوم. من نیروی سوم رو مطرح کردم. نیروی سوم رو بس من برداشتم این بود، از شما عذرخواهی میکنم که ایشون نیروی سوم رو مطرح کرد. اتفاقا شما در زمان پهلوی بحثی که من داشتم، ببخشید، این بود که هم رضا شاه نیروی سوم رو وارد کار کرد، هم مصدق و هم مصدق، اما نه رضا شاه و نه مصدق هیچ کدوم جون سالم به در نبردن. در این قسمت که با شما هم بله، آره هم نظریم، یعنی روی کردونی. محمد رضا پهلوی هم از سال 1154 سیاست خارجی مستقل ملی رو به کار گرفت و اومد از اون فضای ائتلافی که با امریکا و جهان غرب و سنتو داشت، اونو یواش یواش کم رنگ کرد و به همین دلیل هم هستش که ترامپ میگه 51 ساله که ایران بازیگر بد در محیط منطقه‌ای دقیقاً محسوب من به این نکته ترامپ در همون زمانی که این رو توییت کرده بود خیلی توجه کردم و برام خیلی قابل توجه و قابل تأمل بود که ایشون این نکته رو به رغم اینکه یک املاکی
به لحاظ سابقه فعالیت اقتصادیش محسوب نمیشه، اما یک آدم دقیقیه در شناخت قدرت یک کشور دیگه و تاریخ قدرتمندی یک کشور. پهلوی اول اتفاقا در همون زمان شروع میکنه به گسترش روابط. برای اولین بار سندی که ما داریم، سند همکاری استراتژیک، میبینیم که با چین در زمان پهلوی اول داره صورت میگیره. یعنی تا این اندازه، یعنی نوع نگاه وسیع به نظام بین الملل بود. در زمان پهلوی دوم، من اسمش رو میذارم، شما فرمودید سیاست خارجی مستقل ملی، من اسمش رو میذارم سیاست خارجی متوازن. سیاست خارجی هستش که به هر کشوری با توجه به وزنش اهمیت میده، یعنی به هیچ عنوان اتحاد جماهیر شوروی رو نادیده نمیگیره در همکاری‌های اقتصادی و سیاسی و استراتژی. به ایالات متحده آمریکا همونطور که شما به درستی اشاره کردید تا یک مقطعی اولویت اول رو میده، ولی در زمانی که آمریکایی‌ها مخالفت میکنن با فعالیت هسته‌ای ایران، شاه اونجا متوجه هستش که تا چند اندازه این وزن دادن به سایر کشورها برای گرفتن امتیاز مهم و مؤثر. اینجاست که وارد مذاکره با فرانسوی‌ها میشه برای نیروگاهی هسته‌ای ایران، وارد مذاکره با آلمانی‌ها میشه. یعنی همه اینها را سعی میکنه ورود پیدا بکنه تا یک سیاست خارجی متوازن با چین. یعنی سفر به چین رو شما در اون زمان دارید میبینید وجود داره و همکاری با چین اولویت داره و همینطور با آفریقا، با بقیه کشورهای دنیا، حتی با جهان عرب، با مصر بدین صورت و با اسرائیل که در منطقه و یک کشور متجاوزی بوده چگونه داره عمل میکنه و برنامه ریزی میکنه. ما بعد از انقلاب اسلامی وارد مرحله هیجانی شدیم آقای دکتر متقی و هنوز این هیجان بر ما حاکمه. اتفاقا شما در صحبت خودتون به درستی اشاره کردید، برخیا اومدن خودشون رو مقایسه کردن فراتر از قدرت‌های موجود، یعنی بالاتر از اون. خب این نگاه هیجانیه. من نمیخوام بگم خیلی متوهمانه، ولی حداقلش میتونم بگم هیجانیه. یعنی شما با بستن یک تنگه و منافعی که به صورت آنی متوجه شما میشه فکر میکنید منافع دائمی به دست آوردید. این سبب ساز این میشه که هیجان زده بشید، در حالی که متوجه نیستید که در دراز مدت همین برگ برنده شما ممکنه برای شما برگ باخت شما و برگ سوخت شما تبدیل بشه. اینا رو بایستی خب دقت بشه. فلذا در مجموع اگر من بخوام نتیجه گیری بکنم، با یک حکمرانی بد روبرو هستیم. حکمرانی که نمیتونه سیاست خارجی خودش رو درست تنظیم بکنه، سیاست دفاعیش منجر به حراست از مرزها و قلمروی ایران نمیشه و حکمرانی که مراکز اقتصادی که آقای دکتر میفرمان 50 تا حداقل 50,000 تا حداقل مورد هدف قرار گرفته، این 50,000 تا بود و نبودشون تأثیر مستقیمی بر معیشت مردم نداشته، بلکه بر بقای اون نظام سیاسی خیلی موثر بوده. نمیخوام بگم تاثیر بر مردم نداشته، تاثیر مستقیمی نداشته باید. فلذا این موارد دست به دست هم میدن تا با یک وضعیتی شما مواجه بشید که هر روزی که از جنگ میگذره اقتصاد شما، پول ملی شما و همبستگی ملی شما با مشکل مواجه بشه، ولی در اون طرف جبهه و در اون طرف جنگ شما آرزو و تمنای این داشتید که قیمت نفت و قیمت بنزین اون کشور رو زمینگیر بکنه، اما اون کشورها دارن به قدرت خودشون و به حضور خودشون دارن ادامه میدن و خب این نشان دهنده اینه که شما سیاست گذاریاتون با یک اشکال جدی روبرو هست. اگر تا اینجا برنامه ما رو دیدید حتما به کانال ما سابسکرایب کنید، حتما لایک کنید، کامنت بذارید. ما کامنت ها رو میخونیم، انگیزه میگیریم از اینکه مورد توجه شما قرار بگیریم و وارد بخش جمع‌بندی گفتگو میشیم. آقای دکتر متقی جمع‌بندی بکنید و به ما بگید در آینده برای اینکه ایران وضعیت بهتری داشته باشه و شرایط ما بهترش از جنگ فاصله بگیریم، باید چه رویکردی داشته باشیم؟ نگاه کنید، ایران در یک حوزه ژئوپلیتیکی خاصی قرار داره. سول کوهن در اون کتاب ژئوپلیتیک نظام جهانیش این منطقه رو منطقه آشوب زده میدونه. تاریخ منطقه هم نشون میده که همیشه جنگ و بحران و خشونت در این حوزه
وجود داشته. نگاهی که میشه داشت برای اینکه پرهیز کرد از جنگ، یه جنگی که واقعا نابود کرد تمامی زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی و حتی هویتی ما رو، ما ناچاریم که اولا تولید قدرت رو تو دستور کار قرار بدیم. نکته دومی که قدرت رو به معنای زور نگیریم، به معنای میلیتاریزم هم نگیریم. قدرت امروز تو حوزه اندیشه، قدرت امروز تو حوزه تکنولوژی، قدرت امروز تو حوزه شبکه، تو حوزه شناخته. این بحث‌های جنگ‌های شناختی و اینا از توش هیچی در نیومد. به چه دلیل؟ به این دلیل که کسانی که این بحث‌های جنگ شناختی رو مطرح می‌کردن به واقعیت‌های این نظام سلطه که از چه ابزاری، چه تکنولوژی، چه الگوهایی بهره می‌گیرن، واقعا خودشون هیچ آشنایی باش نداشتن. پس یک، ما نیازمند قدرتیم. زمانی که تو قدرت پیدا کردی و اورینتیشنت قدرت محور باشه، نگاهت این نیست که بی جهت هزینه کنی و بی جهت درگیر بشی. چالش همیشه وجود داره. پس یکی از بحث‌های اساسی مدیریت چالشه، مدیریت بحرانه. نکته سوم این که درک در رابطه با امنیت به معنای این نباشه که تهدید رو از بین ببری. وقتی دنبال این باشی که تهدید رو از بین ببری، هر روز باید درگیر بشی. ولی وقتی که مدیریت تهدید رو تو دستور کارت قرار بدی، متوازن سازی تهدیدات رو قرار بدی، خودت رو به گونه‌ای قوی کنی که اون تهدیدات اثرگذار نباشه، اون روایتی که مرتضی آوینی داشت و حرفش این بود که خانه رو باید در دل آتش فشان ساخت. یعنی اینقدر باید قوی بسازی، اینقدر باید خودت از درون قوی باشی که این آتش فشان تو رو مورد تهدید قرار نده. ولی هر چی ازش فرار کنی، این گدازه ها تو رو در بر میگیره. و نکته چهارمی که وجود داره اینه که بازگشت به داخل، ساخت اجتماعی رو مورد توجه قرار داد. چون حوزه‌های مربوط به سیاست خارجی بر اساس این کتاب بسیار اساسی که آقای ولی نصر منتشر کرده با عنوان ژئوپلیتیک ایران، بحث مربوط به استراتژی جدید ایران و در سال 2016 هستش، این تنهایی استراتژی ایران رو این هم مورد توجه قرار میده. قبلا ما اون کتاب تنهایی استراتژیک رو داشتیم، اخیراً کتاب ولی نصر هم بهش اضافه شد. نشون میده حتی اون کسانی که توی امریکا هم دارند کارهای بنیادین در رابطه با آینده راهبردی ایران انجام میدند، نگران اینن که چه باید کرد. ما در این فضای تهدید منطقه‌ای قرار داریم، تنهایی منطقه‌ای قرار داریم. به همین دلیل هم باید تولید قدرت بکنیم، هم باید انگاره معطوف به مصالحه رو، همبستگی رو بهش توجه کنیم. آن چیزی که مثلا در نثر سعدی و
گلستان سعدی وجود داره که با دوستان مروت، با دشمنان مدارا، این یه بحث خیلی جدی است که ما میتونیم بنیان بذاریم برای یه روندهای سیاست خارجی جدید. چون امروز ما در دوران گذار قرار داریم، به صورت اجتناب ناپذیر شکل‌بندی قدرت، اورینتیشن و جهتگیری قدرت و الگوهای رفتار سیاست خارجی ما در 1 سال آینده با تغییرات جدی روبرو میشه. ما باید به فکر این باشیم که در آینده چه باید بکنیم که هزینه‌های مربوط به جنگ‌های گذشته و چالش‌های گذشته دوباره سربار این کشور نشود. خیلی ممنون، استفاده می‌کنیم. خب من معتقدم که مهمترین منبع قدرت برای یک نظام سیاسی، مخصوصاً یک نظام سیاسی مثل جمهوری اسلامی، میتونه مردم باشه و آشتی با مردم و توجه به نظر و دیدگاه مردم اولویت و اهمیت میتونه داشته باشه. یک نظام سیاسی که صرفاً استراتژی بقا رو بخواد دنبال بکنه و به دنبال این باشه که خودش رو نجات بده از دل بحران‌ها یا از دل جنگ‌ها، معمولاً در آینده موفقیت‌های چشمگیری برای کشورش نخواهد داشت. نهایت این که بتونه یک فردی رو بر مسند قدرت داشته باشه، خودروی خودشون رو داشته باشن، گارد خودشون رو داشته باشن، امنیت خودشون رو داشته باشن، ولی زندگی عموم مردم با سختی و دشواری روبرو باشه. تجربه‌ای که خب در کره شمالی دیده شد، تجربه‌ای که در سوریه دیده شد، تجربه‌ای که در بسیاری از کشورها دیده شد. ولی یک نظام سیاسی منافع ملی محور و ملت محور، خب اون میتونه هم آینده سیاسی خودش رو در تاریخ اون کشور حفظ بکنه و هم یک ملت رو نجات بده. بنابراین مهمترین نکته مردم هستن و عجیبه که در یک نظام سیاسی تصمیم گیری بشه که با ویتکاف و ونس و با همه اینا برن مذاکره بکنن، ولی با مردم خودتون مذاکره نکنید. یعنی اصلا درباره مسائلی که وجود داره هزینه ای هم نداره. مثلا شما نظر مردم رو بخواید تغییری بدید در برخی از سیاست‌ها، مثال میگم، مثلا بخواید نرخ بنزین رو درباره‌اش میخواید تصمیم گیری بکنید، بگید ما اینو از مردم بپرسیم. مثلا یه رفراندوم، این خودش یه تمرین دموکراسی هم برای مردم هست، یک اعتبار و مقبولیت هم برای یک نظام سیاسی میتونه باشه. موافقین و مخالفین بیان در رسانه‌ها آزادانه حرفاشون و استدلال‌هاشون، دلایلشون رو بگن. خب بعد مردم انتخاب بکنن. ببینید برای خیلی از سیاست‌ها، سیاست‌های مهاجرتی، درباره سیاست‌های پولی، درباره دادن یارانه، در خیلی از کشورها اومدن رأی گیری کردن، نظر مردم رو خواستن. در سوئیس چند سال پیش می‌خواستن به مردم یارانه بدن، برای اینکه دیدن که صندوق ملی و ثروت ملی انقدر افزایش پیدا کرده، دیگه همه کارا رو هم انجام دادن. گفتن خب ما بخشی از این ثروت رو بین مردم تقسیم بکنیم. اومدن رفراندوم گذاشتن، موافقین مخالفین همه صحبتاشون رو مطرح کردن، در نهایت مردم رأی منفی دادن، گفتن نه، این بماند برای آیندگان و برای ساخت کشور. خب این خودش یه تربیت مدنی رو هم به وجود میاره. یعنی یه نظام سیاسی واسه نگرانیش این باشه. اما یک نظام سیاسی که فقط نگرانیش بودن خودش باشه و وارد مذاکره نشه، هم خودش رو برفنا میده و هم برای اون کشور آینده خوبی رو به وجود نمیاره. جدای از اون اینه که یک نظام سیاسی معقول نبایستی تهدید رو با تهدید پاسخ بده. آقای دکتر به درستی اشاره کردن، تهدید رو بایستی مدیریت بکنه با اینا. شما وقتی یه تهدیدی میبینید، مثلا بیاید یه تهدید دیگر رو سوار جامعه بکنید که از این طریق توجه افکار عمومی از این تهدید بره روی اون تهدید، یا از یک موضوع بره روی یک موضوع. گو این که در جامعه ما هر موقع ما با یک بحرانی، با یک جنگی، با یک تهدیدی مواجه میشیم، تهدید دیگه ای متولد میشه. من نمیگم عامدانه است، ولی تجربه رو که ما داریم
مرور میکنیم میبینیم چون این اتفاقاتی داره رخ میده. اینها نشان دهنده نگاه‌های کوتاه مدت، بنابراین داشتن نگاه بلند مدت و استراتژیک نه تاکتیکی به مسائل نگاه کردن این خیلی مهمه و اهمیت داره. سوم توجه به منابع جدید قدرته که خب این خیلی من میبینم درش ضعف وجود داره. منابع جدید قدرت اندیشه های نو هستن، اینویشن هستن، یعنی جوانانن که میتونن ابتکار داشته باشن، نوآوری داشته باشن. فضایی که من دارم میبینم فضای یأسه برای این برای اونایی که صاحب نوآوری و نواندیشی هستن. معمولا جوانان هستن که صاحبان نوآوری و اندیشه هستن. وانگهی آشتی با نوآوری های جدید من نمیبینم. مثلا هوش مصنوعی، شبکه‌های ارتباطاتی بین‌المللی، اینترنت، شما می‌بینید که دسترسی به اینترنت با اختلال جدی مواجه میشه. این خب یعنی شما نمیتونید از منابع قدرت، آقای دکتر درست اشاره کرد، شما با کاست مبارزه کردید، شما اومدید راپل انداختید، شما الانم حالا من اضافه میکنم فیلتر بذارید. خب این شما به جای اینکه از اون فرصت استفاده بکنید خودتون رو محروم میکنید از اون فرصت. به جای اینکه مدیریت بکنید این رو دارید خودتون رو محروم میکنید. بعدی نگاه بین الملل گرا و نگاه چند جانبه هست. یعنی تمام دنیا خلاصه نمیشه به ایالات متحده آمریکا و اسرائیل. دنیا یک جامعه جهانی خیلی وسیعه. ما باید هنجارهای جامعه بین المللی رو خوب بشناسیم و در این هنجارهای جامعه بین المللی مواردی رو هم اگر همسو نیستیم دلایل منطقی خودمون رو برای عدم همسویی ارائه بکنیم. بالاخره فراموش نکنیم در نقدی که آقای دکتر متقی داشتن به زمان آقای خاتمی که البته به باور من هم تفاوت چندانی میان مدیران جمهوری اسلامی وجود نداره، حالا اندکی تونستش ایشون فضا رو متفاوت بکنه، ولی در همون زمان هم که شما دارید نگاه میکنید تا یک اندازه این تغییر هنجارها یا همسویی هنجارها سبب ساز این شده بود که ایران فضایی داشته باشه برای ارائه نظرها و دیدگاه‌های خودش. اگرچه در نهایت یکی از ابرقدرت‌ها اعلام میکنه ایالات متحده آمریکا که شما محور شرارتی، ولی دیگران باش همراهی نمیکنن. یعنی تا یک اندازه‌ای میخوام بگم موثره. یا درباره همون قطعنامه گفتگوی تمدن‌ها خب قرار بود با اجماع، یعنی اصلا نیازی به رأی گیری نداره. اسرائیلی‌ها خیلی اصرار داشتن که نه این کشور خودش ضد گفتگو و ضد هر چیزی که مبتنی بر تمدن و اینا باشه هست. رأی گیری کردن، تنها کشوری که رأی مخالف داد اسرائیل بود. یعنی وضعیتی که میتونه برای شما در فضای جامعه بین المللی به وجود بیاره. بعد هم برخی ادعاها بایستی درباره اونها دقت بشه، یعنی صحبت کردن و حرف زدن به باور من آقای دکتر و همینطور تصمیم گیری دست افراد متخصص باشه، افرادی که دنیا رو خوب بشناسن، دانش سیاست و حکمرانی رو خوب بدونن، علم سیاستگذاری رو بلد باشن، روابط بین الملل و همینطور حقوق بین الملل رو باهاش آشنایی داشته باشن و از اینها بتونن در راستای منافع ملی استفاده بکنن و بهره ببرن. همه اینا اگر در کنار هم قرار بگیره من فکر میکنم اون موقع ایرانیان کمتر آسیب ببینن. از هر دو بزرگوار تشکر میکنم صمیمانه خدمت آقایان و از شما هم تشکر میکنم که تا اینجا تصویر بامداد رو تماشا کردید. تا درودی دیگر بدرود.